سلام بینندگان عزیز، تحولات تاجیکستان و جهان در اخبار آزادی تقدیم شما می شود. امروز دوشنبه 13 سپتامبر، عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. دوشنبه میزبان 9 رئیس جمهور، سران کشورهای سازمان پیمان امنیت دستجمعی و سازمان همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان وضع افغانستان را بررسی می‌کنند. چاینک و پیاله ها را می‌فروشند تا نان خرند. با آمدن طالبان ساکنان در کابل قشاق‌تر شدند. از اینکه مردم بیچاره و آواره شده، همگی آوردن اجناس خود به خاطر فروش، شاید خود بی سرپناه ساختن به خاطر از اینکه تحولاتی که در چند روز پیش آمد. تیم فوتبال استقلال برای رقابت با یکی از دسته‌های قوی‌ترین فوتبال ایران آماده می‌شود، ولی به دو بازیگری مهمی دسته. اما متاسفانه در این بازی فوتبالباز اندری میشنکا و دروازه‌بان اساسی رستم یتیموف شرکت کرده نمی‌توانند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان خبر داد که بار اول رهبران سازمان همکاری‌های شانگهای و سازمان پیمان امنیت دستجمعی در شهر دوشنبه ملاقات می‌کنند. این دیدار 17 سپتامبر برگزار شده. موضوع اساسی آن وضعیت افغانستان است. قرار است در نشست رهبران 12 کشور حضوری و به شکل آنلاینی شرکت ورزند. تفصیلات در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه. سفر رهبران دو سازمان مهم منطقوی به تاجیکستان روز 15 سپتامبر آغاز می شود. قرار است که نخست رهبران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دستجمعی به دوشنبه سفر کنند. با این ترتیب رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو، نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان، رئیس جمهور قزاقستان قاسم جومرت توقیف و رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف این هفته به دوشنبه خواهند آمد. رسانه‌ها نوشتند که رهبران سازمان پیمان امنیت دستجمعی موضوع افغانستان را بررسی خواهند کرد. نشست دوم منطقوی که این هفته در دوشنبه برگزار می شود واخوری رهبران سازمان همکاری شانگهای می باشد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در یک اطلاعیه گفت که بر علاوه رهبران تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و بلاروس، همچنین رهبران هندوستان، پاکستان، چین، ایران، مغولستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست شرکت خواهند کرد. از اینها رهبران چین، هندوستان و مغولستان با طرز آنلاینی در ملاقات اشتراک می کنند. قرار است که روز 17 سپتامبر بار اول رهبران سازمان پیمان امنیت دستجمعی و هم رهبران سازمان همکاری شانگهای در یک جای که ملاقات کنند و موضوع افغانستان را بررسی کنند. بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، موقع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این موضوع مختلف است. از جمله ازبکستان و چین از تأسیس حکومت طالبان استقبال کردند، اما تاجیکستان مخالف سرسخت این حکومت می باشد و می گوید که باید حقوق اقلیت های ملی از جمله تاجیکان در حکومت آینده افغانستان به نظر گرفته شود. هرچند موضوع گفتگوی رهبران منطقه در دوشنبه وضع افغانستان است، ولی تا حال معلوم نیست که نمایندگان کابل در این نشست اشتراک خواهند کرد یا نه. در چند خبری رسمی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان درباره شرکت نمایندگان افغانستان چیزی گفته نشده است. نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای در شرایط فعلی برای منطقه به خصوص افغانستان مهم گفته می شود، چون در این نشست رهبران چند کشور تاثیرگذار در امور افغانستان از جمله پاکستان، هندوستان، چین، روسیه و ایران شرکت خواهند کرد. معلوم نیست که رهبران کشورهای منطقه بر سر مسئله افغانستان به چه خلاصه می رسند و همچنین دقیق نیست که بعد از این نشست موقع آشتیناپذیر تاجیکستان در برابر حکومت طالبان تا کجا تغییر می کند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. از اشغال افغانستان از سوی طالبان تقریبا یک ماه سپری شد و بحران اقتصادی در این کشور همانا عمیق‌تر می رود و مردم قشاق‌تر می شوند، تا به حدی که ساکنان کابل آخرین جهاز خانه خود از جمله چاینک و پیاله هایشان را به فروش گذاشتند. میرزا نبی خالق‌زاد از حال تباهی ساکنان افغانستان گزارش می دهد. از زمان سر قدرت آمدن طالبان حیات ساکنان پایتخت افغانستان به قدر کافی دشوار شده است. شمار زیادی کارخانه‌ها بسته و بانک‌ها هم پول کافی در اختیار ندارند. خبرنگار ریترز میگوید روز یکشنبه در بازار کهنه فروشی کابل مردم مال و اشیای خانه‌هایشان را به فروش برآورده بودند. بعداً ما اینجا مال آوردیم به خاطر
فروش چون خانه کاروبار نیستم، مال ما سودا میکنم به خاطر که نیست کاروبار نیست دیگه، به خاطر کاروبار مال ما سودا کردیم تبایش ما چی رو بخورم دیگه. طالبان تا هنوز صادرات و واردات اشیاء خام را برقرار نکردند و از این رو نرخ تقریبا تمام مال و کالا بالا رفته است. است که مردم اجناس خود مفروشد، چمن حضوری کابل است دیگه. از اینکه مردم بیچاره و آواره شده، همگی آوردن اجناس خود به خاطر فروش، شاید خود به سرپناه ساختن به خاطر از اینکه تحولاتی که در چند روز پیش آمد، همین باعث شد که قدر بیروبار ازدحام مردم است. کمبود مبلغ و بسته بودن کارخانه ها حیات ساکنان شهرها را طاقت فرسا کرده است. آنها میگویند در دهات مردم میتواند مدتی از ذخیره مواد غذایی و یا حاصل کشتزارهایشان روز گذرانند. در شهر چنین امکان وجود ندارد. قبلا در دولت کار میکردیم، چون حال دیگه سرنوشت دولت هم معلوم نیست. حالا مدت یک هفته میشه که نمیشه می کاروبار کنه فروشی رو شروع کردیم و مردم هم مجبور هستن بسیاریش مال خود سودا میکنن که خارج برن و بسیاری ازیا که پول ندارن. روز 13 سپتامبر در ژنو سازمان ملل متحد با هدف جمع کم از 600 میلیون دلار کمک به افغانستان کنفرانس بین المللی دایر نمود. این مؤسسه جهانی خاطر نشان کرده است که 10 میلیارد دلار افغانستان در بانک های خارجی منجمد شدند تا به دست طالبان نرسند. به قبل سازمان ملل متحد ادامه چنین حال بیکاری و بیپولی میتواند میلیون ها ساکن افغانستان را به مهاجرت از وطنشان وادار کنند. پیوندان تاجینسا از شوروی 24 ساله در شهر ترسونزاده که به گفته مقامات در خانواده شوهرش خودکشی کرده است میگویند انتظاری تنتنه عدالت هستند و میخواهند خویشاوندان داماد به جوابگری کشیده شوند. تفتیشات بر ضد خوشدامنی تاجینسای غورامرگ پرونده باز کرده است، اما او به بیگناهی خود پافشاری دارد. در تاجیکستان مشکل خشونت خانوادگی از جمله دخالت بزرگسالان به حیات عائله‌های جوان خاص خوشدامنها داغ باقی میماند. شهلا عبداللهیوه گزارش میدهد. این مادر برای مرگ دخترش اشک میریزد. با وجود تلاش‌ها نمیتواند درباره مرگ جگربندش رسما معلومات پیدا کند. پروکورور گفته که من با 400 گرم اکسیژ خوردگی این خوردگی نمیتواند خودش یک قاشق میخورد که آدم برداشت نمیکند. ده این 400 گرم اکسیژ کیسلوت میخورد. اینا خورندگی. خورشید خالمرادوارا روز 12 ایون از خانه خوشدامنش بیهوش به شفاخانه بردند. او پس از یک روز جان میدهد. کشف اسرار مرگ و جزا گرفتن عاملان احتمالی مرگ او یگانه طلب والدانش از مقامات است. عیبدار در جزاش خورد. نیوره من تیه دستی وایو به آدم نمیشد. حقیقت بروید و حقیقت شود. تشخیص دادگاهی طبی معلوم کرده است که در معده خورشید سیرکو بود. پدر و مادرش ادعا دارند که چون دخترش در خانه خوشدامن پیوسته آزار و اذیت میشد او را سیرکو داده کشتند. ادعایی که جانب دیگر رد میکند. از درس می آمد خسته هم گفته در آمده خواب می رفت. تا آمدن او من خودم کارها رو می کردم که جنگ نشود. فقط همین حولی رو آب شپیده می رو تمام. این کار رو کن می گفتم من در اینجا کنیز نیستم می گفت. گپ گردانی می کرد. اگر ما می کشتیم این کودکش را فکر نمی کردیم. چه خیلی مجبوری او را میکشیم. در آشخانه اکسوس خورده بیرون برآمده به زمین افتاد. دادستان شهر ترسونزاده به ضد خوشدامنی خورشید با اتهام به خودکشی رسانیدن انسان پرونده باز کرده است. در صورت ثابت شدن اتهام ممکن است او را از 3 تا به 8 سال زندان محکوم کنند. یک مفتش دادستانی در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت پرونده زرخال مستند به دادگاه ارسال شده است ولی جزئیاتی نداد. شوهر خورشید که در حولیشان پسرش را نگاهبین میکرد نخواست با رادیو آزادی صحبت کند.
ҳоло волидони шавҳари хуршеда ба бегуноҳии худ дар марги ин зан пофишорӣ доранд. хонаводаи марҳум талаб доранд на барои ба худкушӣ расонидан, балки бо иттиҳоми куштор парванда боз шавад. хуршеда холмуродова сокини турсунзода 2 сол пеш издивоҷ карда аз ӯ як писар мондааст. бо вуҷуди он ки тоҷикистон қонун дар бораи мубориза бо зӯроварӣ дар оиларо қабул кардааст ва барномаи давлатии пешгирӣ аз зӯроварӣ дар оила барои солҳои 2014-2023 низ вуҷуд дорад, хушунат бар зидди занон дар баъзе аз оилаҳо ҳамчун як мушкили азим боқӣ мондааст. бозии даври ҳаштякниҳоии Лигаи қаҳрамонҳои AFC Конфедератсияи футболи Осиё 2021 байни тимҳои Истиқлол қаҳрамони 9-каратаи Тоҷикистон ва Персеполис қаҳрамони 13-каратаи Эрон шаби сешанбеи 14 сентябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор мешавад. қабл аз сабқат мураббиҳои ду даста дар шаҳри Душанбе нишасти хабарӣ доир карданд ва аз интизориҳояшон аз бозӣ гуфтанд. Барот Юсуфӣ дар ин нишасти хабарӣ ширкат дошт. دوست نداریم خیلی راحت از این مرحله کنار بریم. یحیی گل‌محمدی سرمربی دسته فوتبال پرسپولیس ایران گفت رقابت با تیم استقلال دوشنبه در دور هشتگ‌نهایی لیگ قهرمان‌های آسیا برای شاگردان او چندان آسان نخواهد بود. اما با اشاره به نتیجه خوبی دستش در سالهای پیش و مخصوصا سال جاری، گل‌محمدی به برتری‌های تیم زیر رهبریش اشاره کرد. اون تجربه میتونه خیلی به کمکمون بیاد. تیم خوبی داریم، به تیممون ایمان کامل داریم، اعتقاد کامل داریم و میدونیم که همیشه مرد روزهای سخت بودن و امیدوارم که فردا هم یکی از اون روزهای خوب ما رقم بخوره. سرمربی تیم پرسپولیس باور دارد که شاگردانش نقطه‌های سست استقلال را می‌دانند، زیرا چند بازی آن را دیده و آموختند. همزمان مبین ارگاشف سرمربی تیم استقلال دوشنبه هرچند به نتیجه خوب در مقابل پرسپولیس امیدوار است، از شرکت نکردن دو شاگردش در این بازی نگرانی کرد. در مجموع خود تیم و بچه‌ها آماده هستند، اما متاسفانه در این بازی فوتبالباز اندری میشنکا و دروازه‌بان اساسی رستم یتیموف شرکت کرده نمی‌توانند. درباره رقیبمان تیم پرسپولیس همین را گفتنیم که این کلوبی خیلی پرقوت است. فینالیست بازی‌های لیگ قهرمان‌های آسیا در سال گذشته میباشد. فینالیست прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов. بازی استقلال و پرسپولیس را حکمان از ژاپن با رهبری هیرویوکی کیمورا داوری میکنند. صبحیدین صالح از مالایزیا ناظر داوران و علیم عارفو از ازبکستان کمیسری بازی تعیین شدند. در تاریخ فوتبال تاجیک این مهمترین بازی به شمار می رود. استقلال اولین باشگاه تاجیکستان است که در لیگ قهرمان‌های آسیا اشتراک کرده و مرحله بعدی راه خط گرفته است. پرسپولیس باشد سالهای 2018 و 2020 در لیگ قهرمان‌های AFK به فینال راه یافته است. در مطبوعات روسیه هیاهو درباره رفتار گروهی از رانندگان مهاجر ادامه دارد که وقتی نماز پیشین مسافران را از اتوبوس فرآوردند. حادثه در شهر خباروفسک رخ داده روز 11 سپتامبر رخ داده است و خشم مسافران و بعداً کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. به نوشته مطبوعات روسیه رانندگان نصف روزی به مسافران گفتند که مدت صبر کنند و خودشان در کنار راه نماز گذاشتند. ویدیوی این حادثه در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزند. بعد این ریاست نقلیات شهر خباروفسک گفت که رانندگان را موقتا از کار برکنار کرده است. و بینندگان ارجمند، وقتی برنامه اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه www.azadi.org گذاشته شده است. گزارش های ویدیویی را در صحیفه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. تا ملاقاتی بعدی، خدا نگهداری هر یکی از شما باشد.